7 قاعده بهترین برای رسیدن به زندگی عالی با کارهای آسان و امکان پذیر. هفتمی بسیار مهم است. انسان‌های موفق در برابر همه دستاوردهایشان به 7 اقدام و یا مفهوم‌های سازنده بسیار توجه می‌کنند. برای رشد و موفقیت هر انسان این 7 موضوع بسیار کمک می‌رسانند. قاعده اول عزیزان، به آینده فکر کنید. پیش از هر چیز انسان‌های مثبت و شاد آینده نگر هستند. آنها در بیشتری مواقع به آینده فکر می‌کنند. به این فکر می‌کنند که به کجا می‌روند. به این کار ندارند که در گذشته چه اتفاقی برای آنها افتاده است. آنها تصویری روشن و هیجان بخش از آنچه برایشان امکان پذیر است دارند. بر اساس قانون جذابیت به امیدها و رؤیاهای آینده به سمتشان جذب می شوند. با خیرت بمانید تا بهترین ها را بشنوید. به هدفهایتان فکر کنید. این قاعده دوم است. یعنی انسان‌های مثبت نگر و خوشبخت هدف مدار هستند. آنها در بیشتری مواقع درباره هدفهایشان حرف میزنند و فکر میکنند. پس از آن که آرزوهای خود را در نظر مجسم ساختن، آنها را به هدفهای روشن تبدیل میکنند و همه روزه روی آنها کار میکنند. آنها توجه خود را برگردانده و انرژی خود را تمرکز میسازند. آنها با استفاده از هدفهایشان آینده خود را کنترل میکنند. با خیرت بمانید تا بهترین ها را بشنوید. به بهترین ها فکر کنید. این قاعده سوم است. انسان های خوشبخت و موفق به بهترین ها فکر میکنند. آنها باوری کامل دارند هر کاری را که انجام میدهند در بهترین حد خود ظاهر میشوند. تلاش دارند در کار و هدفشان در گروهی 10% اول قرار بگیرند. آنها همه روزه روی خود کار میکنند و یک لحظه از بهتر شدن غافل نمیشوند. برای حل فکر کنید. این قاعده چهارم است. موفق‌ها راهی حلگرا هستند. آنها به جای مسئله برای حل فکر میکنند. آنها به جای اینکه فکر کنند چه کسی سببگار است به این ماجرا روبرو گردیدن، به این فکر میکنند که چه کار باید انجام شود. آنها از روش‌های فکری حل کننده برای آزاد کردن دشواری‌های خود و اطرافیانشان استفاده میکنند. آنها هدفهای خود را مسئله‌های در نظر میگیرند که باید حل و فصل شوند. آنها معتقدند که هر مسئله راه حل منطقی دارد که نه تنها منتظر آنند بلکه تلاش میکنند حل و فصل شود. به نتیجه ها فکر کنید. قانون پنجم است. اشخاصی موفق و شاد به شدت نتیجه را می‌بینند. آنها همه روزهای خود را به دقت از پیش برنامه‌ریزی می‌کنند. برای فعالیت‌های خود اولویت‌های روشنی در نظر می‌گیرند و بعد روی هدف‌ها و برنامه‌هایشان کار می‌کنند تا به اشخاص به شدت تأثیرگذار و کارآمد هستند که کاری بیشتری صورت می‌دهند، زودتر به پیش قدم برمی‌دارند و به کار و دنیایشان توجهی بیشتری می‌ورزند. قانون ششم عزیزان، به رشد بیاندیشید. یعنی موفق‌ها، افراد موفق رشد را همواره پیگیر هستند. آنها پیوسته در حال مطالعه هم به نوارهای آموزشی و انگیزشی گوش می‌دهند و در دوره‌ها و همایش‌های مختلف شرکت می‌نمایند.
آنها می‌دانند که آینده از آن کسانی است که از رقیب‌های خود بیشتر می‌دانند که مسابقه در کار است و آنها در این مسابقه حضور دارند. آنها تصمیم یافته به پیروزی اند. قاعده هفتم و بسیار مهم عزیزان، این به عمل فکر کردن، یعنی به عمل فکر کنید. شاید از همه مهمتر، موفق ترین اشخاص عملگرا هستند. به این فکر میکنند که در حال حاضر چی میتوانند بکنند تا زودتر به هدفهایشان برسند. آنها پیوسته در حرکت و تلاش هستند. احساسی پریشانی میکنند و در مقایسه با اشخاص عادی و میانه کاری بیشتری صورت میدهند. هر چی کاری بیشتری کنند نتیجه بهتری میگیرند. هر چی ارزشمندتر شوند درآمدی بیشتری کسب میکنند. این بود عزیزان 7 قاعده بسیار مهم برای افرادی که میخواهند موفق باشند، میخواهند موفق شوند. اگر شما قاعده 8 و 9 را میدانید لطفاً در کامنتاری نویسید. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بشنوید.